سفارت تاجیکستان در روسیه از اول همین ماه به عوض کردن شهادتنامه‌های کهنه رانندگی تاجیکی آغاز کرده است. وزارت امور خارجه خبر داد سفارت از روز 2 فوریه کار برای عوض کردن شهادتنامه‌های رانندگی را آغاز کرد. در بیانیه وزارت آمده است من بعد برای شهروندان تاجیکستان که در روسیه قرار دارند امکانیت فراهم شد تا در قلمرو این کشور شهادتنامه رانندگی نوی بیومتری را دسترس نمایند. برای گرفتن شهادتنامه نو به گفته سفارت شهروندان و آن مهاجرانی که در روسیه کار اقامت دارند باید به خدمات کنسولی سفارت معلوماتنامه طبی، نسخه شناسنامه داخلی یا خارجی، شهادتنامه رانندگی، رسید پرداخت مبلغ به حجم $100 پیشنهاد نمایند. بعد قبول تمام این سندها و پرداخت پول باید 14 روز کاری و یا بیشتر از 3 هفته منتظر باشد تا شهادتنامه نوی رانندگی شما آماده شود. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید برتریت شهادتنامه رانندگی بیومتری در قلمرو روسیه در آن است که دارنده آن میتواند با سپردن 3 امتحان صاحب شهادتنامه رانندگی روسیه شود. دارنده شهادتنامه رانندگی نوی بیومتری تاجیکستان به گفته سفارت بر اساس استانداردهای بین المللی می تواند در قلمرو 166 کشور رانندگی کند. اما در روسیه حالا مهاجران تاجیک حق ندارند با شهادتنامه رانندگی تاجیکستان رسما در کارخانه به حیث راننده کار کنند یا به تاکسیرانی مشغول شوند. از 1 ایول سال 2017 روسیه دیگر اجازه نداد که خارجیان با شهادتنامه‌های رانندگی خود در قلمرو این کشور رسما به حیث راننده در مؤسسه و شرکت‌ها کار کنند. به همین ترتیب صدها مهاجر تاجیک که به تاکسیرانی مشغول بودند از حق رسمی کار محروم شدند. سفارت تاجیکستان میگوید شهروندان که شهادتنامه‌های نوی بیومتری دارند می توانند در روسیه از نظریه قاعده‌های حرکتی را راندن اتومبیل در اتودرام و راندن اتومبیل در شهر امتحان سپارند و در صورت موفق شدن شهادتنامه روسیه را بگیرند. آنها بعد از این حق پیدا می‌کنند به حیث راننده در شرکت ساختمانی یا هر جای دیگر کار کنند. عین زمان مهاجران تاجیک شکایت دارند که مجبورند مدت‌های طولانی نوبت بایستند تا صاحب شهادتنامه روسی بشوند. شهادتنامه‌های بیومتری تاجیکستان به گفته سفارت مطابق استانداردهای بین المللی آماده شده است و 10 سال مهلت دارد. تاجیکستان از سال 2014 به دادن شهادتنامه‌های نوی رانندگی شروع کرد و از مردم خواسته است هر چه زودتر سندهای کهنه خود را عوض کنند وگرنه جریمه می‌شوند.